اما پنلیست دوم ما آقای هاشم احمدزاده، نویسنده و استاد دانشگاه اپسالا هستند. روز بخیر، سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم و با تشکر از سازمان حقوق بشر ایران که این فرصت رو درست کردن که اینجا بیایم گرد هم جمع بشیم و صحبت بکنیم. در 7 دقیقه‌ای که من دارم قرار صحبت بکنم ممکنه به حداقل اصلاح عناوینی که برام مطرحه، برام جالبه و فکر میکنم جزو مسائلیه که باید در رابطه با اونا صحبت کرد، امیدوارم بپردازم، یعنی بتونم برسم، وگرنه 30-40 دقیقه وقت سوال و جواب در خدمتون خواهم بود. عنوان سخنرانی من حقوق بشر و کاربرد مفاهیم سیاسی اجتماعی است. من از صحبت‌های آقای امیر مقدم خیلی خوشم اومد، یعنی همه با هم به سوی اون ایدئال هایی که ایشون فرمودن بریم. منتها یه صحبتی که میشه مطرح کرد و مطرح کردنش یه مقدار سخته در فضای گفتمانی که داره درست میشه، اینه که آیا در اون جغرافیای ایران 80 میلیونی، بیشتر از 80 میلیون، این همه تنوعاتی درشون هست یا نیست؟ به تنوعات اشاره میشه، ولی بحث اینه که آیا از این تنوعات اگه با کلمات و مفاهیم و اطلاقات ویژه صحبت بکنیم، این به جنبش ما، به همبستگی ما در راه به اصطلاح رسیدن به هدفمون که سرنگونی این رژیم کمک میکنه یا مانع میشه؟ این بحثیه که طرفداران و مخالفان خاص خودشو داره. من جزو کسایی هستم که معتقدم حقوق بشر اگه واقعا بهش توجه بشه، آزادی بیان، آزادی اندیشه و اون چیزی رو که آدم تو ذهنش هست، تو دلش هست، با توجه به تجاربی که در 100 سال اخیر در ایران رخ داده، حداقل در دهه اول قرن 20 یک انقلاب، در دهه هفتمش انقلاب دوم، و در این دوتا انقلاب مثلا آزادی همیشه شعار محوری بوده. ولی چی شد که بعد از 100 و الان اندکی سال هنوز این آزادی غایبه؟ هنوز لیستی رو که آقای امیر مقدم، من نمیخوام تکرار بکنم به خاطر مسئله وقت، نگاه بکنید. بلوچستان شناسنامه ندارن خیلیا، در کردستان سرکوب پشت سر سرکوب، در حداقل به اصطلاح مطالباتی که از طرف بعضیا برای همبستگی و مبارزه عنوان میشه، کلماتی هست که ممکنه در دنیای مدرن امروز ازش اسم برده نشه. مثلا در این نروژ با همسایگی مثلا سوئد از تمامیت ارضی به اون معنا اصلا صحبتی نیست، ولی ما مثل یه پت که همیشه رو دوشمونه، مخصوصا من به عنوان یک کرد اینو خیلی میشنوم، تمامیت ارضی ایرانو قبول داری؟ سوال من اینجا اینه، اگر من به عنوان یک کرد، من سیاسی حزبی نیستم ولی دارم حوادث رو نگاه میکنم، اینو اجازه داشته باشم بگم آقا من هویت معینی دارم، در اون جغرافیا کسانی دیگه ای هستن که بعضی به اسم قبیله و عشیره و اینا ازشون اسم میبرن، این مستنده. مثلا در همین 4 ماه اخیر کسانی که داعیه رهبری هم دارن به کردها و آذریها و بلوچا و اینا به عنوان قبایل و اقوام اشاره کردن. آیا وقت آن فرا نرسیده ما در چارچوب مفاهیمی که هست، ملت، اتنیسیتی، اتنوس، اتنیکوس، قوم، ملیت، واقعا بحث بکنیم ببینیم اون جغرافیا رو خواهان همبستگیش، خواهان آزادیش، خواهان دموکراسیش هستیم یا نیستیم؟ اگر هستیم، جنابان کسانی که منو قوم میخونید، من از این کلمه بدم میاد، نه اینکه کلمش خودش تنین بدی داره. جالب اینه که خود کردای سرودی دارن، هر روز میخونن که من قوم کردم، ولی همه کردا بدشون میاد تو گفتمان امروزی بهشون بگن قوم. این چی رو نشون میده؟ این کاربرد زمان و زبان رو در زمان نشون میده و این کاربرد کلمات و مفاهیم رو در دورانهای متفاوت نشون میده. قوم، ملت، اینا کلماتی هستند عربی. ملتی که در امپراتوری عثمانی بود یک تعبیری داشت، یک تفسیری داشت. ملتی که تو ایران هست یک تفسیر و تعبیری داره. ملتی که خواستگاهش که کلمه عربی است یک تعبیر و تفسیر دیگه ای داره. اون چرا که نیشن ما همینجا میشنویم در عربی بهش میگن امت، اون چرا که ما در ایران بهش میگیم امت. خیلی جالب اینا رو با هم مقایسه بکنید. چرا اینا رو عنوان میکنم؟ چرا اینا رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه در چارچوب مفاهیم حقوق بشری و دموکراتیک این اجازه رو داشته باشیم که خودمون از هویت‌های خودمون تعبیر بکنیم، حداقل بتونیم اینا رو بحث بکنیم. یعنی من آیا اجازه دارم در چارچوب مثلا یک بحث اکادمی بگم همه ویژگی‌های فرهنگی مثلا آنچه که ملت میدونن در ایران برای کردام هست، برای آذریام هست،
همین بغل دستمون در جمهوری آذربایجان یه ملتی از اسمش ملت آذربایجان، حالا کم بیشتر از اونا به لحاظ تعداد در ایرانن، باید به اینا قوم گفت. همین بغل دستمون در کشوری که سابقه چندان رنگین و خوبی هم از آزادی و دموکراسی نداره، در عراق، در قانون اساسیش نه الان، از سال 1958 از کودتای عبدالکریم قاسم از کردها به عنوان ملت در چارچوب جغرافی عراق اسپرده میشه. بعد 2003 هم که بهتر از من میدونین کشور عراق دو ملت. حالا من خبرایی به همه میرسه، ما میخونیم از ایران مثل کانون داغ جنبش، بیانیه‌هایی میاد، مشورهایی میاد که آدمو واقعا خوشحال میکنه. میبینه در اون جامعه این انقلاب ژیان آزادی، زن زندگی آزادی از هیچ کجا نیومده. کلی تجربه، کلی صداقت، کلی دانش پشت سرشه و برای همین وقتی منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان ایران رو که بیانیش تو سایت‌های مختلف پخش شده یا 20 کانون یا تشکل مستقل صنفی مدنی ایران رو میخونیم، آدم به خودش میباله که در اونجا این مردم که میان خیابون فقط فداکاری و شجاعتشون نیست، فکرشون هم خوب کار میکنه. یعنی اونجا از اقلیت‌های متفاوت صحبت میشه، از اقلیت‌های جنسیتی صحبت میشه. اون چیزی که آقای امیر مقدم به درستی گفتن در دیسکورس رسمی ایران یک مریضی است. اونجا از تنوعات ملی در ایران صحبت میشه. خب اینا رو ما اگه به بحث بگذاریم، واقعا هم در چارچوب دنیای آکادمی خود ایرانی‌ها کار خیلی جالبی کردن. من توصیه میکنم همون یه بار دیگه بریم مثلا کتاب ایران به مثابه یک جامعه تصوری، اصطلاحی که از بندیکت آندرسون به عاریت گرفته شده، آقای مصطفی وزیری، یا کتابای مثلا آقای رضا ضیا ابراهیمی راجع به ناسیونالیسم ایرانی و شروع عجیب و غریبش با اون تنوعاتی که درش بود، منتها یعنی در اواخر دهه به اصطلاح 19 این جنبه اتنیکی خیلی جالبه، جنبه اتنیکی آریایی و نژادی و کوروش بزرگ و داریوش و خشایار و چی با به اصطلاح هزینه کردن زبان و هویت فرهنگی بیش از نیمی از مردم ایران به کجا رسوند ما رو؟ به هیچ جا نرسیدیم. اگر می رسیدیم، اگر این آزادی می بود، اگر آنچه را که بعد از انقلاب مشروطیت قرار بود متحقق بشه، ما استبداد رو نمی داشتیم. اگه قرار بود اون شعارهای آزادی و عدالت در دهه 50 و 60 میلادی در ایران، دهه 70 واقعا به جایی برسه در چارچوب انقلاب اسلامی، ما یکی از عجیب ترین رژیم‌های دنیا رو که حق انتخاب لباس رو به مردم نمیده، به زنان ما نمیده. یعنی بخش زیادی از جنبش ما کشف حجابه، چیزی که مثلا در دهه 30 قرن 20 ظاهرا انجام شده بود. منتها همونطور که در دهه 30 قرن 20 به شیوه غیر دموکراتیک انجام شد، در دهه 80 سده 20 به شیوه غیر دموکراتیک، آنتی دموکراتیک، فاشیستی بازم تحمیل شد. بیاین به هم به قول معروف در انقلابات آدم‌ها خیلی به هم دیگه نزدیک میشن، دوست میشن، عشق می‌ورزن. با عشق به آزادی، با عشق به دموکراسی اجازه بدیم همه از خودمون حرف بزنیم، از هویت هامون، از هویت‌های چنگانمون. پیشنهاداتی در چارچوب اکادمی شده. مثلا آقای وهاب پیمانزاده در کانادا کتابی نوشته، در اون مثلا ملت رو چطوری به کار ببریم، ملیت‌ها رو چطوری به کار ببریم و اینا رو میشه بحث کرد. الان در این فاصله کوتاه من نمیتونم به ریشه یابی و اتیمولوژی اینا بپردازم، ولی خوشحالم که تونستم در خدمت شما، حالا مردمان زیادی ما رو میبینن، باز تکرار بکنم و از اول اگه باید شروع صحبتام میگفتم با درود به همه اونایی که این راه هموار کردن ما حرف بزنیم، آزادی رو خوابش رو ببینیم و اینو تو ذهنمون باشه که سوئیس و اتریش و کانادا و بریتانیا مردمان عجیب و غریبی نیستن که به این حد از آزادی رسیدن. کشور کانادا 2500 ول کن 150 سال سابقه داره تشکیل دولت ملتش. ما با 2500 سال عجیب و غریبی که ازش اسم میبریم هنوز داریم از آزادی حرف میزنیم که بهش دست پیدا بکنیم، ولی اونجا 2 میلیون نفرشون از جمعیت بسیار پهناورشون، ببین فرست نیشن بهشون میگن، ایندیجینس یعنی بومی های خالص، ویزیبل ماینوریتیز،
حالا من اگه بگم ملت آقا قیامت مگه میشه ایران یک ملته؟ خب مگه من گفتم 100 تا ملته؟ من میگم تو اون جامعه تنوع هست دیگه. این تنوع بحث بکنیم اشکال داره؟ اگه اشکال نداره این گوی و این میدان بگذارین دموکراتیک به اصطلاح هم رزم هم بسته به استقبال این بحثا بریم. خیلی ممنون از توجهتون.